دختری خوب در این زمانه پیدا نمی شود. چرا ما چنین عقیده داریم؟ دختری ناخوب و یا به اصطلاح مشهور فاحشه از مادر تولد نمی شود. بله، فاحشه از مادر تولد نمی شود. فاحشه را ما مردان اختراع می کنیم. دختری غریبی را که دیدیم از غریبیش سوء استفاده کرده به عزتش خیانت می کنیم و اسمش را می مانیم فاحشه. دختری که به یک لقمه نان نیاز دارد او را شکار هوس خود می سازیم، بعد نامش را می گذاریم فاحشه. دختری که به ما اعتماد می کند و ما با وعده های شیرین ازدواج فریبش می دهیم و به ناموسش خیانت می کنیم، بعد نامش را می گذاریم فاحشه. اگر ما به همان دختری غریب کمک کنیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما به همان دختری که احتیاجمند یک لقمه نان است زکات بدهیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما به همان دختری که به ما اعتماد می کند خیانت نکنیم و همراهش نکاح کنیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما خواهر و مادر، همسر و دختر خود را همیشه مد نظر داشته باشیم هیچ دختر فاحشه نخواهد شد. و خیلی اگرهای دیگر. اصلا فاحشه کیست؟ فاحشه بودن مخصوص زنان نیست. تنها به فاحشگی زنانی که هر شب تن خود را به یک نفر میبخشند باور نکردنی است. و اصلا فاحشه کیست؟ فاحشه مردی است که عفت دختری را به جرم سادگیش داغدار می کند. فاحشه مردی است که سالها عمر خود را با زنان بیگانه می گذراند. فاحشگی زن و مرد نمی شناسد. اگر زنی که تن فروشی می کند فاحشه باشد، فاحشه تر از آن مردی است که شرافت زنی را به پول ناچیزی که برای سیر شدن شکم او یا فرزندانی که در انتظار لقمه نانی هستند تا زنده بمانند می خرد. فاحشه یعنی کسی است که شرافت خود، انسانیت خود و انصاف و مردانگی خود را برای لحظه از لذت اخراج می کند. روز جمعی از مردان نشسته بودند. یکی گفت بیشتری فاحشه ها زنهایند. دیگری گفت از زنها دیده مردها بسیارند. اما کسی این سخن شخص دوم را طرفدار نبود. آن مرد سوال کرد آیا شما غیر همسر خود با زنی بیگانه رابطه نداشتید؟ مردها اقرار شدند که رابطه داشتند. باز سوال کرد آیا زنهای شما با مردان بیگانه رابطه داشتند؟ همه با یک آواز گفتند نه. این بود که همه درک کردند که مردها بیشتر فاحشه‌اند. در جامعه‌ای که مردان شرافت و عزت انسانی را حفظ می‌کند حتی برهنه‌ترین زن دنیا محفوظ خواهد بود. برادری عزیز، اگر پس از شنیدن این سخنها حالا هم به عقیده‌ای که دختری خوب در این زمانه پیدا نمی شود استوار هستی، پس لطفاً این عقیده ات را به خواستگاران دختر و خواهر خودت بگو و شرف خواهر مرا پس نزن.